که اسمش همه ما شنیدیم، حضرت سمیه بنت خبات، سمیه بنت خبات رضی الله عنها، کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد این خانواده میگه صبرا آل یاسر، صبر کنید ای خانواده یاسر، فان موعدکم الجنه، وعدگاه شما بهشت هست. در جای دیگه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده اللهم لا تعذب احدا من آل یاسر النار بالنار، خدای هیچ یکی از خانواده یاسر با آتش جهنم نسوزون. خب این خانواده یاسر واقعا چه خانواده‌ای هستن؟ خانواده‌ای هستن که تمام فضایل صبر و جهاد رو در خودشون جمع کردن و همه خوبی‌ها رو، و ضرب المثلی در صداقت ایمان و وفا به عهد با خدا هستند. این خانواده‌ای هستند که از اماکن متفاوت جمع شدن در مکه، در این سرزمین نور، تا بتونن این خانواده نورانی رو تکمیل بکنن و تکوین بکنن و شکل بدن. اصل این خانواده که برمیگرده به یاسر ابن عامر ابن مالک، یمنی بوده. یاسر ابن عامر در واقع از منطقه یمن بوده. ایشون با برادر خودش به همراه 2 از برادران خودش که یکی از برادرانشون رو گم کرده بودن به سرزمین مکه میان که ببینن برادرشون رو پیدا کنن. حارث و مالک 2 از فرزندان عامر هستن که یاسر هم با اینها هست. بالاخره این 2 برادر برمیگردن به یمن، اما یاسر از مکه خوشش میاد، از شرایط زندگی در مکه خوشش میاد و میپسنده و دوست داره اونجا زندگی بکنه. با ابو حذیفه ابن مغیره عبدالله مخزومی بالاخره ایشون در اونجا هم پیمان میشه تا بتونه زندگی بکنه. ابو حذیفه هم کنیزی داشته که اسمش سمیه بوده بنت خبات، این رو چیکار میکنه؟ به عمار میده. پس فهمیدید عمار از یمن با 2 از برادراش میاد برای دنبال یکی از برادرانی که بالاخره گم شده بوده، هر چی بوده، مکه. بعد خوشش میاد از سرزمین مکه، در مکه میمونه و 2 برادرش برمیگردن. در زندگی در اون موقع گفتیم کسی در زمان جاهلیت میومد، بعد با یک کسی بالاخره هم پیمان میشد، با شخص به نام ابو حذیفه ابن مغیره هم پیمان میشه برای زندگی. اینجا میگن حلف بستن، هم سوگند میشن. و اونم کنیزی داشته به نام سمیه بنت خبات، این رو بهش میده و از این سمیه بنت خبات هم فرزندی به دنیا میاد به نام عمار. پس یاسر با سمیه ازدواج میکنه و فرزندی به دنیا میاد از اینها به نام عمار. خب ابو حذیفه خب وقتی این صحنه رو میبینه اینها رو دیگه آزاد میکنه و یاسر و عمار بالاخره با ابو حذیفه بودن تا زمانی که بالاخره ابو حذیفه از دنیا رفت. اما داستان اینجا تموم نمیشه. نگاه کنید، عمار 2 برادر دیگه هم داره. عمار 2 برادر، یعنی یاسر 2 فرد دیگه، که یکی از اینا عبدالله هست، یکی دیگه حریث هست که میگه حریث در زمان جاهلیت کشته شد و بالاخره اما دیگه بعد از این خانواده به قربانی دادن و جهاد دیگه معروفند و نور و برکت رو ما در این خانواده تا روز قیامت میبینیم. نکته از اینجا تازه داستان شروع میشه. جز سابقین اولین بودن اینها. به مجردی که نور اسلام در مکه تلألؤ پیدا میکنه و منتشر میشه، از اولین خانواده هایی که اسلام رو میپذیرن همین خانواده یاسر هستن. یاسر و سمیه و عمار پسرشون، و به خدا ایمان میارن و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو تصدیق میکنن و این خانواده اسلام خودشون رو هم آشکار میکنن به گونه‌ای که در تاریخ الالابد در قلب‌های همه انسان‌ها و مؤمنان ثبت شده. اما قهرمان داستان امروز ما که می‌خوایم دربارش صحبت بکنیم سمیه بنت خبات هست، همسر یاسر هست، کنیزی که بالاخره چه در زمانی که در خدمت اون ارباب خودش ابو حذیفه ابن مغیره هست، یعنی ذکر شده که ازش خوبی و اینها، چه در زمانی که بالاخره در سن بالایی قرار میگیره و به همسر هست و برای همسر خودش و ایمان میاره و خوبی و نشاط رو ما در قلب و روحیش میبینیم. سمیه جزو اولین کسانی است که در واقع به پیامبر ایمان آورد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو تصدیق کرد و به بهترین راه
هدایت شد و این کرامت و بزرگی نصیب شد. امام ذهبی رحمت الله علیه نقل میکنه که سمیه از بزرگان صحابیات هست، زنان صحابی یا بانوان صحابی، و اسم سمیه در تاریخ اسلام ثبت شده الی الابد. اصلا نمیشه این اسم رو ما فراموش بکنیم. وقتی که صحبت از صبر و پایداری و مقاومت و دعوت و صداقت و شهادت هست، میبینید اسم سمیه اولین اسمیه که به ذهن ما میاد، به زبان ما میاد و ما نمیتونیم این اسم فراموش کنیم. گویا که در لیست اول این مبارزان و قهرمانان و صابران و پایداران و صادقان در دین اسلام هست و این همون چیزی که تا ابد وجود داشته. برخی میگن 7مین یا 8مین نفری است که ایشون مسلمان شده. یکی از نکات مهم در زندگی ایشونه که در همون ابتدای اسلام، در همون نشأت اولیه اسلام ایشون مسلمان میشه و جزو اولین کاروان یا کاروان اولیه اسلام هست و دقیقاً ایمان در درونش، در قلبش و آموزش‌های دینی شکل میگیره که گفته میگه کانت سابعة سبعة فی الاسلام، سابعة سبعة فی الاسلام. ایشون 7مین نفر از کسانی بود که در اسلام اومد. امام ذهبی هم گفتیم اینو نقل کرده با این مضمون و بالاخره ابن مسعود هم اینو نقل کرده. ابن مسعود نقل میکنه اول من اظهر فی اسلامه سبعتون، یعنی اولین کسی که اظهار اسلام خودش اعلام کرد 7مین نفر بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این رو اعلام کردیم که ابوبکر و عمار و مادرش و سمیه، صهیب و بلال و مقداد و این کسانی بودن که در اون نسل اولیه کاروان رحیل اولیه هستن. اما میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به گونه ای شد که هر کسی وقتی ایمان آورد در اون ابتدا تحت یک شرایطی بود. پیامبر رو خب عموش و خاندانش حمایت میکردن، ابوبکر هم قومشون رو حمایت میکرد، بالاخره ثروت و جایگاهی داشت. سایرین هم هر کسی بالاخره شرایطی داشت، اما بقیه واقعا در شرایط سختی قرار گرفتن. لباسهای آهنین به تن اینها میکردن و اینها رو در خورشید قرار میدادن، شکنجه میکردن. بلال رو مثلا در اختیار بچه ها و کودکان نادان قرار میدادن، در کوچه ها بلال رو میگردوندند و سنگ میزدند و خونینش میکردن و اون فریاد میزد احد احد. اما داستان سمیه خودش برای خودش داستان دیگری است، چرا که اینها در اونجا واقعا هم غریب بودن هم تنها بودن. ایشون دعا میکرد ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما پروردگار آسمان و زمین هست. و این سمیه رضی الله عنها جزو کسانی است که قریش خیلی نسبت به ایشون خشم گرفت و با هر طریقی سعی میکردن مسلمانان ضعیف رو مورد شکنجه قرار بدن و اینها هم جزو اولین کسانی بودن که میگفتن ربنا الله ثم استقاموا و پروردگار رو به ربی خودشون اعلام میکردن، الله رو استقامت میکردن و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی میکردن. پیامبر هم اونها رو تشویق میکرد بر این امر و اینها رو از اینکه بالاخره این پایداری داشته باشن. اما سمیه، یاسر، عمار کسی رو نداشتن که در اون لحظه اونها رو حمایت بکنه و اونها رو حفظ بکنه از اون عقده و کینه‌ای که در درون سینه‌های مشرکین بود. ابن اسیر نقل میکنه در اسدالغابه، میگه که خیلی شکنجه و سختی‌های زیادی دیدن و اینها در واقع چرا که جزء نسل اولیه اسلام بودن و بدترین عذاب‌ها رو اینها تحمل کردن، این خانواده. و این خانواده یاسر در واقع میگفت خانواده‌ای بود که سختی‌ها براشون آسان شد. در میاد یسرت لیسرا، برای این سختی‌ها براشون آسان شد و اینها تونستن، یعنی کاری کرده بودن که بزرگان قریش و مکه از اینها عصبانی شده بودن، کینه به دل گرفته بودن و به هر طریقی میخواستن ایمان اونها رو از بین ببرن، اینها رو در تشنه، در آفتاب، این ور اون ور، در سختی ها و شکنجه قرار میدادن تا شاید بتونن اینها دست از دینشون بردارن، دست از پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم بردارن. اما این خانواده استقامت کردند و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم برای این خانواده دعا میکرد. میگه که عثمان تعدادی از اصحاب پیامبر رو خون کرد، بین اونها عمار ابن یاسر بود. عثمان گفت من میخوام داستان عمار رو براتون تعریف کنم. من بودم و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رفتیم در صحرا، دیدیم اونجا که عمار مادرش و پدرش رو دارن شکنجه میدن و بستن آزار میدن و پیامبر رو به یاسر کرد
یاسر رو پیامبر کرد یا رسول الله الدهر هاکذا، آیا واقعا روزگار اینه؟ پیامبر بهش گفت اصبر، صبر کن صبر کن. سپس گفت اللهم اغفر لآل یاسر و قد فعلت، خدای تو برای آل یاسر اینها رو مورد بخشش قرار بده و این کار رو هم انجام میدی. بالاخره این شکنجه و عذاب همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره این گونه رقم خورد که یاسر به شهادت رسید. بعد از شهادت یاسر ابو جهل اومد سمیه را هم رو به شهادت رسون تا بتونه انتقام بگیره و دل خودش رو خالی بکنه، چرا که ابو جهل میخواست با این طریق مانع از راه اسلام بشه، مانع از حقیقت بشه و اینها هم قریب بودن. عمار بالاخره در شرایطی قرار گرفت که ناچار شد تسلیم بشه در برابر اینها، که بعد اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله من با میل خودم این کارو نکردم. حالا وحشت کرده بود، جوان بود، پدرش جلوش پاره پاره شد، شهید شد مادرش و ایشون بالاخره به میل این کار نکرده بود. قرآن هم اشاره میکنه حالا اگر کسی برگشت از ایمان و اکراه قلبی داشت و تحت فشار بود براش مشکلی نیست. این آیه قرآنیه که در مورد عمار اینقدر این مسئله نقل شده. در هر صورت ابو جهل این فرعون امت در اون زمان، کسی که غرق در جهالت و فسق و فساد بود، اینجا چون هیچ راهی رو نمیدید، چون اینا هر به همه مثلا مسلمانان تاجر اینها رو تحت محاصره اقتصادی قرار دادن، در بین اقوام بین همسران هر راهی رو ایجاد میکردن، اما در هر صورت این اتفاق افتاد که سمیه به شهادت رسید و در واقع سمیه اولین شهیده یا اولین شهید زن در اسلام هست. ادامه داستان رو میذاریم برای جلسه بعد. خداوند یار و نگهدارتون باشه.